فکر میکنی اگه براش گل بخری، اگه همیشه در دسترس باشی، اگه تمام قلبت رو بهش بدی، اونم تا ابد عاشقت میمونه؟ نه رفیق، این بزرگترین دروغیه که فیلم‌ها و جامعه توی مخت کردن. واقعیت تلخه، ولی باید بدونی توی دنیای واقعی عشق اون افسانه شیرینی نیست که فکر میکنی. عشق یه معامله بیولوژیکیه و اگه قوانین کثیف این معامله رو بلد نباشی، محکومی که همیشه اون پسر خوب تنهایی باشی که آخر شب با قلب شکسته میخوابه. از بچگی بهت یاد دادن که جنتلمن باش. گفتن اگه مهربون باشی دخترها جذبت میشن. گفتن باید حامی باشی، باید درک کنی، باید کوتاه بیای. ولی بذار یه سوال ازت بپرسم. این روش تا الان برات کار کرده؟ یا فقط باعث شده بری توی فرند زون و ببینی که همون دختری که براش میمردی میره با پسری که حتی نصف تو هم بهش توجه نمیکنه؟ دلیلش بدشانسی تو نیست، دلیلش پول نیست. دلیلش اینه که تو داری با قوانین انسانی بازی میکنی، در حالی که زنها با قوانین غریزی انتخاب میکنن. امروز میخوام پرده ها رو کنار بزنم. میخوام به عنوان یه زن رازهایی رو بهت بگم که جنس من سالهاست ازت پنهان کرده. قرار وارد دنیای روانشناسی تاریک روابط بشیم. چیزایی که میشنوی شاید عصبانیتت کنه، شاید قلبت رو به درد بیاره. ولی قول میدم بعد از این 10 دقیقه دیگه اون آدم ساده قبلی نیستی. آماده ای؟ بیایم با بیرحمانه ترین قانون طبیعت شروع کنیم. قانون اول، هایپرگامی. کلمه سختیه ولی معنیش ساده است. زنها به صورت بیولوژیکی برنامه ریزی شدن که همیشه دنبال بهترین گزینه موجود باشن. توی طبیعت ماده همیشه دنبال قوی ترین نری که بتونه ازش محافظت کنه. توی دنیای مدرن این قدرت تبدیل شده به پول، جایگاه اجتماعی یا اعتماد به نفس. حقیقت تلخه، اینه که عشق زنها مشروط است. شاید بگی نه، دختر مورد علاقه من فرق داره. اشتباه نکن. اون تا زمانی با توئه که حس کنه تو بهترین گزینه‌ای هستی که میتونه داشته باشه. لحظه‌ای که حس کنه میتونه یکی بهتر، یعنی قوی‌تر، پولدارتر، باحالتر رو داشته باشه، غریزش فعال میشه. این بیرحمی نیست، این بقاه. قانون دوم، مهربونی بدون قدرت اسمش مهربونی نیست، اسمش التماسه. اکثر پسرها فکر میکنن اگه هرچی دختره گفت بگن چشم، اگه همیشه در دسترس باشن، اگه هیچ وقت نه نگن جذاب میشن. ولی واقعیت اینه که ما زنها شاید از پسر خوب استفاده کنیم، شاید باهاش درد دل کنیم، ولی هیچ وقت تحریکش نمیشیم. پسر خوب برای ما یعنی امنیت خسته کننده. و توی دنیای جذب خسته کننده بودن بزرگترین گناهه. وقتی تو خودت رو فرش زیر پای کسی میکنی، تعجب نکن اگه زود راه بره. احترام گدایی کردنی نیست، گرفتنیه. حالا میرسیم به سوالی که همیشه مخت رو میخوره. چرا اون پسری که بهش محل نمیذاره، جواب پیاماش رو دیر میده و یکم خودخواهه اینقدر جذابه؟ چون اون پسر بهش چیزی رو میده که تو نمیدی، یعنی هیجان و عدم قطعیت. مغز انسان معتاد چیزایی میشه که نمیتونه پیش بینی کنه. یه روز خوبه، یه روز سرده. این بالا پایین شدن توی مغز دختر دوپامین ترشح میکنه. تو بهش آرامش میدی، اون پسر بهش اعتیاد میده. و متاسفانه اعتیاد همیشه برنده است. اون پسر چالش داره، اون پسر جایزه است. ولی تو فقط یه گزینه تضمین شده‌ای که همیشه توی جیبشی. بذار با یه مثال برات روشنش کنم. 2 پسر رو تصور کن، علی و آرش. علی هر روز صبح به دختر مورد علاقه‌اش صبح بخیر میگه. اگه دختر 5 ساعت جواب نده، علی نگران میشه و دوباره پیام میده. علی همیشه در دسترسه. پیام ناخودآگاه علی به دختر اینه که من کار و زندگی مهمی ندارم، تو تمام دنیای منی. اما آرش سرش شلوغه، داره روی اهدافش کار میکنه
وقتی دختر پیام میده، آرش 3 ساعت بعد جواب میده، چون واقعاً وقت نداشته. آرش بهش احترام میذاره اما آویزون نیست. پیام آرش اینه که من با ارزشم. اگه میخوای تو دنیای من باشی باید تلاش کنی. به نظر دختر شب به کدوم فکر میکنه؟ به علی که مثل اخبار هواشناسی همیشه هست یا به آرش که مثل یه معمای حل نشده است؟ بله، علی پسر خوبیه ولی آرش پسری جذابیه. انتخاب با توئه که کدوم باشی. خب، حالا که فهمیدی بازی چقدر بیرحمانه است، 2 تا راه داری. راه اول، بشینی یه گوشه به دخترها فحش بدی و بگی چقدر همه آهن پرستن. این کاریه که بازنده ها میکنن. راه دوم، قوانین بازی رو یاد بگیری و ورق رو برگردونی. یه ضرب المثل قدیمی هست که راز کل این بازیه. به جای اینکه دنبال پروانه ها بدوی، باغچت رو آباد کن. پروانه ها خودشون میان. تا وقتی که هدف اصلی زندگی تو راضی کردن یه دختر باشه، تو همیشه بازنده ای. زنها عاشق مردی نمیشن که عاشقشونه. اونها عاشق مردی میشن که مأموریت داره. مردی که هدفش از رابطش مهمتره. باید انقدر روی پولت، بدنت و ذهنت کار کنی که تو بشی اون جایزه. از امروز این ذهنیت رو بکار. تو نیاز نداری کسی انتخابت کنه. تو انتخاب کننده ای. وقتی این سیگنال رو بفرستی که من با تو حالم خوبه ولی بدون تو هم عالیم، اونجاست که جادو اتفاق میفته. اونجاست که اون ترس از دست دادن میاد سراغش. قدرت توی رابطه دست کسیه که کمتر وابسته است. پس وابستگیت رو بکش. به جای اینکه دنبال تایید باشی، دنبال احترام باش. چون عشق بدون احترام فقط یه توهم زودگذره. حرفایی که امروز شنیدی برای 99% جامعه تلخ و غیر قابل باوره. اونها ترجیح میدن توی همون خواب شیرین بمونن و نقش قربانی رو بازی کنن. و صادقانه بگم ما هم به اونا کاری نداریم. بذار بخوابن. اما اگه تو تا این ثانیه پای این ویدیو موندی، یعنی ذهنت دنبال چیزی فراتر از زندگی معمولی میگرده. یعنی جرأتش رو داری که با واقعیت روبرو بشی. و همین ویژگی تو رو از بقیه متمایز میکنه. این کانال برای سرگرمی نیست. این کانال اسلحه سازیه. من اینجا بهت یاد میدم چطور ذهنت رو مسلح کنی تا دیگه هیچ کس نتونه با احساساتت بازی کنه. اگه آماده ای که مجهز بشی، دکمه سابسکرایب ورودی این کانال داره. توی کامنت ها بنویس من بیدارم. این یه شعار نیست، یعنی به خودت قول دادی که دیگه بازیچه نباشی.